ببین من یه زمانی که تازه با قانون جذب و اینها آشنا شده بودم میرفتم با توجه به اینکه توی صنعت من کار میکردم، صنعت غذا، و هنوز هم توی صنعت غذا کار میکنم، می اومدم از بعضی از آدم‌های موفقی که دوست داشتم جای اونها بودم، دوست داشتم که همین الان هم بتونم در واقع زندگی مثل زندگی اونها باشه، میپرسیدم که شما به قانون جذب هم اعتقاد داری؟ طرف برمیگشت به من میگفت که قانون جذب همین که میگن هرچی فکر کنی بهش میرسی و اینها. گفتم که آره. گفت نه بابا اینها همه چرته، قانون جذب چیه بابا، آدم باید تلاش رو انجام بده. و بعد که می اومدم اینها رو بررسی میکردم میدیدم که این آدم ها معمولا الگو به این صورت بود که این آدم ها رفته بودن پیش یک نفر دیگه‌ای، پیش یک کارفرمای دیگه‌ای و یه مدت پیش این آدم کار کرده بودن و الگوشون دقیقا به همین صورت بود که وقتی که یک نفر میره پیش یک نفر دیگه شروع میکنه کار کردن، یک سری تصمیمات جدیدی رو از اون آدم یاد میگیره، یک سری تصمیمات جدیدی رو میفهمه که ای بابا من تا حالا میتونستم اینجوری هم تصمیم بگیرم، در مورد کار، در مورد پول، در مورد هر چیزی، فقط بحث کار نیست، ارتباط میتونه باشه یا سلامتی میتونه باشه، فرقی نمیکنه. وقتی که شما میرید پیش یک نفر دیگه‌ای که اون آدم همون چیزی رو داره که شما میخواید و مشاهدهش میکنید، ببینید که اون داره چی کار میکنه، میبینید که یک مدل دیگه داره تصمیم میگیره نسبت به شما و شما یاد میگیرید که چه تصمیم‌هایی وجود داره برای اینکه بتونید مثل اون آدم به اون موفقیت برسید. زمانی که شما این تصمیم‌ها رو یاد میگیرید، بعدش شروع میکنید آروم آروم انجام دادن این تصمیم‌ها، یعنی شروع میکنید که این تصمیم‌ها رو خودتون هم بتونید بگیرید. بعضی وقتا بعضی از تصمیم‌ها نمیتونید بگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما هنوز باور مناسبی نسبت به اون تصمیم ندارید. زمانی که شما باور مناسب رو نداشته باشید، حتی اگه آگاه باشید نسبت به اون تصمیم، باز نمیتونید اون تصمیم رو بگیرید. اون باورهای محدود کننده شما اجازه بهتون نمیده که اونجوری تصمیم بگیرید. اما زمانی که خودتون با تمام وجودتون بخواید، شروع میکنید باورهاتون رو تغییر دادن، شروع میکنید باورهاتون رو نسبت به اون تصمیم تغییر دادن و شروع میکنید این تصمیم ها رو گرفتن. بعد از این که این تصمیم ها رو بارها و بارها میگیرید، و البته این هم بگم که بسیار سخته، زمانی که شما یک مدل خاصی دارید زندگی میکنید، یک مدل خاصی دارید تصمیم میگیرید و میخواید اینها رو تغییر بدید، اینها حاصل سالها و سالها زندگی شماست و جزئی از شخصیت شما شده، عادتهای شما به یک مدل خاصی است. وقتی میخواید اینها رو تغییر بدید، بدن شما و ذهن ناخودآگاه شما به شدت مقابله میکنه با این قضیه. نمیخواد که شما وارد در واقع نمیخواد که شما از محدوده امنتون خارج بشید، خب، و تمام تلاشش رو میکنه که شما این کار رو انجام ندید. اما اون کسانی که پا میذارن روی ترس هاشون، پا میذارن روی عادت های نامناسب قبلیشون و شروع میکنن مدل جدیدی تصمیم گرفتن و باورهای خودشون رو در مورد اون تصمیم اصلاح میکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه شما بارها و بارها این کار رو انجام بدید، اون تصمیم گیریه جزئی از پارادایم شما میشه، جزئی از ضمیر ناخودآگاه شما میشه و جزئی از شخصیت شما میشه. اون مدل تصمیم گیری جزئی از شخصیت شما میشه. زمانی که این اتفاق افتاد و اون مدل تصمیم جزئی از شخصیت شما شد، آرام آرام شما در اون مسیر موفقیتی که خودتون میخواید پا گذاشتید و یک تعدادی از این تصمیمات توی هر موفقیت وجود داره. مثلا فرض کنید برای اینکه شما بخواید مثلا یک موزیسین حرفه‌ای بشید، نیاز هست که برای مثال 100 مدل تصمیم رو که مثلا
دستاتون رو کجا بذارید، به چه صورتی نوت ها رو بنوازید. 100 تا از این تصمیم ها وجود داره و مربی شما به شما این 100 تا تصمیم رو آموزش میده و به شما میگه که تمرین کن. این تصمیم اول باید دستتو اینجا بذاری، مثلا این یکی دستتو اونجا بذاری و به این مدل مثلا ساز رو به صدا در بیاری و شما آرام آرام این 100 تا تصمیم رو یاد میگیرید. چه کسی حرفه‌ای میشه توی نواختن یک ساز؟ کسی که بتونه تصمیم‌های مختلفی که برای حرفه‌ای شدن تو اون ساز نیاز هست رو اونقدر تکرار و تمرین بکنه که دیگه وارد ضمیر ناخودآگاهش بشه. و اگه این اتفاق بیفته حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که شما یک حرفه‌ای میشید توی نواختن اون ساز. برای هر موفقیتی الگو به همین شکله. یعنی هر موفقیتی که شما میخواید حاصل کنید باید ببینید که چه تصمیم‌های مناسب و چه تصمیم‌های درستی توی اون موفقیت وجود داره که شما باید اونها رو بگیرید و اون رو تکرار بکنید. وقتی که اون رو تکرار کردید و وارد ضمیر ناخودآگاه شما شد و شد جزئی از پارادایم شما، اون زمان شما به مرحله استادی توی اون حالا موضوع خاص میرسید. میتونه نواختن ساز باشه، میتونه هر چیز دیگه، میتونه ورزش باشه، میتونه روابط باشه، میتونه ثروت باشه، یا برعکسش، یعنی آدم هایی که فقیر هم هستن اونها یک مدل خاصی تصمیم میگیرن و توی اون تصمیم استاد شدن. اونها هم یک مدل خاصی تصمیم میگیرن و حاصلش میشه فقر. ثروتمندان باز به همین صورت اونها هم یک سری تصمیمات درستی وجود داره در جهت ثروتمند شدن که اونها رو که این تصمیمات رو یاد گرفتن و این تصمیمات رو تکرار کردن و شده جزئی از ضمیر ناخودآگاهشون و شده جزئی از پارادایمشون و شده جزئی از عادتهاشون و شده جزئی از شخصیتشون. به همین راحتی. بعضیا دنبال زیر بغل مار میگردن برای که بخوان رشد بکنن، برای که بخوان ثروتمند بشن. دنبال حاشیه هستن، دنبال چیزهای دیگه‌ای هستن. نه، دنبال چیزهای دیگه‌ای نباشید. دنبال تصمیمات درستی باشید که شما رو به اهدافتون برسونه. ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شاد و پیروز و سلامت باشید.